بنزین ماهانه کارت هوشمند سوخت خودروها رو بدون که تغییری در میزان سهمیه داشته باشیم، فقط سقف برداشت کارت هوشمند سوخت خودروهای شخصی رو عرض میکنم، خودروهای شخصی فقط 2 بار در شبانه روز، قبلا هم 2 بار در شبانه روز بوده، به ازای هر بار سوختگیری 50 لیتر در نظر گرفتیم. یعنی در شبانه روز خودروهای شخصی میتونن 2 بار سوختگیری بکنن، هر بارم 50 لیتر، مجموعاً میشه 100 لیتر سوختگیری در هر شبانه روز. بله. در مورد کارت های سوخت اضطراری بنزین جایگاه، ما بدون که تغییری نسبت به قبل داشته باشیم مطابق روال قبلیه. یعنی اگر در یک استانی ما قبلا داشتیم کارت اضطراری برداشتش 30 لیتر بوده در هر بار سوختگیری، همون 30 لیتر به قوت خودش باقی، تغییری در این ایجاد نشده. هموطنان میتونن اولا توصیه اینه که واقعا از کارت شخصی خودروشون استفاده بکنن برای دریافت بنزین. اگر سهمیه‌های خودشون چه نرخ اول چه نرخ دوم او کارت شخصی که دارن تمام شد، اون موقع مراجعه کنن و درخواست کارت اضطراری بنزین رو بکنن. کارت اضطراری بنزین هم عرض میکنم در هر بار سوختگیری مثل روال قبل 30 لیتر میتونن بنزین دریافت بکنن و سوختگیریشون رو انجام بدن. بله آقای ویس کرمی، در برخی جایگاه ها کارت سوخت اضطراری به مردم تحویل داده نمیشه. این مسئله رو چطور باید اطلاع بدن؟ ببینید، ما به همه جایگاه ها بر مبنای تعداد سکو و میزان فروشی که دارن کارت اضطراری تحویل جایگاه دادیم. حتی کارت اضطراری بیشتر هم تولید کردیم. در ناحیه مربوطه ما اینا نگهداری میشه مختص هر جایگاه. پس بنابراین ما در تمام جایگاه‌های عرضه سوخت بر اساس تعداد سکوهایی که دارن و میزان فروش بنزینی که در شبانه روز دارن کارت اضطراری تحویل دادیم. مالکین محترم جایگاه، متصدیان محترم تلمبه حتما بایستی در زمانی که مردم مراجعه میکنن عرض میکنم هدف اول اینه که از کارت شخصی خودش استفاده بکنه، ولی اگر نیاز به کارت اضطراری داشته باشه حتما باید تحویل بدن و کارت بنزینشون رو سوختگیری رو انجام بدن. اگه هم موردی مشاهده شد که تو جایگاهی واقعا مشکلی به وجود اومد، هموطنان میتونن با سامانه پیامگیر 09627 به صورت شبانه روزی پیغام رو بذارن، اون موضوعی که دارن، مشکلی که دارن منعکس بکنن، قطعا در سرترین زمان ممکن مورد پیگیری قرار میدیم. خیلی ممنونیم از شما آقای ویس کرمی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی که با ما همراه بودند. اما هموطنان عزیز و ارجمند، پس خروجی صحبت با آقای ویس کرمی به اینجا رسید که چنانچه در جایگاهی مراجعه کردید و کارت سوخت اضطراری به شما داده نشد، میتونید مسئله را از طریق شماره 09627 اطلاع بدید تا به اون رسیدگی بشه. خبرها رو پی میگیریم. برگزیدگان نخستین دوره جایزه نوآوری اجتماعی